شام 16 مای سال 2022 در جریان کوشش پراکنده کردن اعتراضگران در شهر خورخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان یک جوان 30 ساله کشته شده است. گفته می شود ضمیر نظرشویف سال تولدش 1992 ساکن محله گولکین از تیر سلاح آتشفشان جان باخته است. منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خورخ درباره جراحت برداشتن دست کم 6 تن دیگر از اعتراضگران خبر میدهند. گفته می شود نزدیکی شام 16 مای نیروهای امنیتی در موضع چینک با استفاده از سلاح یک ازدحام بزرگ اعتراضگران را که از محله برخورخ به سمت میدان اسماعیل سامانی به مرکز شهر را سپار بودند از راه گردانیدند. به گفته ساکنان به ضد اعتراضگران از تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده بردند. مقامات تا حال حادثه های اخیر خورخ را شرح ندادند. به این حال ساکنان میگویند در سراسر خورخ دسترسی به اینترنت را دیگر باره قطع کردند و در شهر پاسگاه های زیاد گذاشتند که هر کدامش با سنگرهای سنگین تقویت داده شدند. در پاسگاه ها همچنین خیمه ها گذاشته شدند. ساکنان خورخ میگویند اعتراضگران زیاد در گوشه های گوناگون شهر در کوچه ها جمع شده و راه های رفتن به مرکز شهر یا به محله برخورخ را میجویند. بنا به خبر تصدیق نشده اعتراضگران راه استراتژی دوشنبه کلوب خورخ کلمه را در قسمتی که از محله برخورخ میگذرد مسدود کردند. مقامات حفظ حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان از پیش به ساکنان این ولایت هشدار دادند که هر نوع کوشش ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله میتینگ و راهپیمایی به طور شدید پیشگیری کرده خواهد شد.